آریانا سعید هنرمند مشهور بار دیگر کنسرت جنجالی برگزار کرد. رسوایی عجیب آریانا سعید در این کنسرت افشای حقایق و ناگفته‌های زندگی آریانا سعید چرا با آسیب ساید نامزدش درگیر شده است؟ آریانا در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید یک تن از هنرمندان خوش صدا، موفق و ناماشنای کشور، یکی از اسطوره‌های موفق و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است. جایگاه هنری خاص در میان مردم افغانستان دارد. دوست دارد عاشقانه بخواند. کارهای هنری آریانا سعید مورد حمایت گسترده افغانها قرار می‌گیرد. همواره آریانا سعید برنامه‌های هنریش را در سرتاسر جهان برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کند و یکی از خوبترین و خاصترین هنرمندان افغان بوده است. چند مدت می شود آریانا سعید کاملا از هنر موسیقی به دور بوده است. دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی جراحی های صورتش بوده است. وی مصروف کارهای سیاسی در کشور امریکا بوده است و انجمنی به نام خودش ساخته است. هرچند آریانا سعید هم ساله کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می کند، در تازه ترین اقدام آریانا سعید در کشور ترکیه بار دیگر کنسرتش را برگزار کرد، ولی این کنسرتش متفاوت تر بود. آریانا سعید توسط یکی از بازدید کنندگان این کنسرت در آغوش به شکل اجباری کشیده می شود که کنسرت آریانا سعید برای مدت مختل می شود و آسیب ساید به همین خاطر با آریانا سعید درگیر شده است. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم. در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو آریانا سعید خواهیم بود. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.